تو این ویدیو میخوایم راجع به کامبک های تاریخی ایران صحبت کنیم. پشت مدافع خالد عزیزی توی دروازه. نه منظورم اینجور کامبک ها نیست. کامبک چیه هی میگی؟ بگو بازگشت. درست میگه، بازگشت های تاریخی ایران. حالا منظورمون از بازگشت های تاریخی ایران چیه؟ ببینید در طول تاریخ چند هزار ساله سرزمین عزیزمون بارها و بارها پیش اومده که ایران تا مرز و یا خود فروپاشی متاسفانه پیش رفته و بعد از اون یه سری آدم اومدن که ایران رو به شکل یک پارچه و متحد در آوردن. تو این ویدیو و چند ویدیو بعد میخوایم راجع به این جور آدم ها در طول تاریخ صحبت کنیم. قسمت اول این ویدیوها متعلق هستش به مهرداد دوم اشکانی. قبل از اینکه این ویدیو رو بخوام شروع کنم جا داره تشکر کنم از پادکست رخ و دیپ پادکست که باعث شدن که من بسیار علاقه‌مند بشم به مسائل تاریخی ایران. خب همونطوری که گفتیم این ویدیو اولین قسمت از سلسله ویدیوهاییه که راجع به افرادیه که شکوه و عظمت و یکپارچگی رو به ایران برگردوندند. اول از همه می‌خوایم راجع به مهرداد دوم اشکانی صحبت کنیم. حالا چرا مهرداد دوم که بهش مهرداد بزرگ هم میگفتن جزو این لیست هست؟ برای جواب دادن به این سوال بهتره که اول بریم بررسی کنیم که مهرداد دوم تحت چه شرایطی قلمرو و اشکانیان رو تحویل گرفت. وقتی که مهرداد دوم به عنوان نهمین پادشاه اشکانیان در سال 124 قبل از میلاد به پادشاهی رسید، وضعیت ایران اصلا خوب نبود. هم وضعیت داخلی کاملا به هم ریخته بود، اقوام و گروه‌های مختلف بر سر سلطنت دعوا داشتن و همینطور اوضاع توی مرزها اصلا خوب نبود. سمت شرق ایران سکاها و قوم یوئچی کاملا مرزهای اشکانیان رو ناامن کرده بودند. بر مردم اون منطقه قلمرو اشکانیان کاملا ظلم می‌کردن و هر از چندگاهی به داخل مرز هم یورش می‌آوردند. قوم یوئچی که میگن یکی از شاخه‌های مغول‌ها بودند رو چند جای دیگه تاریخ هم می‌بینیم. حتی اسکندر مقدونی بعد از کشورگشایی گسترده‌اش نتونست از پس این قوم به خوبی بر بیاد. اونا توی کوههای آسیای مرکزی سکونت داشتن و تسلط کاملی به اون منطقه داشتن. به خاطر همین هر کسی نمیتونست باهاشون مقابله سختی داشته باشه. ولی مهرداد بزرگ اومده بود شکوه و عظمت رو به سرزمین ایران و قلمرو اشکانیان برگردونه. به خاطر همین بعد از اینکه اوضاع داخل ایران آروم و مرتب شد، یه لشکر بسیار قوی تشکیل داد. همه کسایی که باش مخالف بودن باش موافق شدن، همپیمان شدن و رفتن سمت مرزهای شرقی ایران که دمار از روزگار سکاها و یوئچی‌ها که یه جورایی با هم متحد شده بودن و تا اون موقع تونسته بودن جلوی پادشاه‌های قبلی اشکانیان یعنی فرهاد دوم و اردوان دوم دووم بیارن در بیاره. خلاصه مهرداد دوم با لشکر قدرتمندش چنان شکستی به سکاها و قوم یوئچی تحمیل کرد که تا سالهای سال مطیع و فرمانبردار اشکانیان بودند. اما مهرداد دوم جدا از این که مقتدر بود بلند پروازم بود. وقتی که دید سپاهیانش انگیزه و توان این رو دارن پیشروی کرد و مرزهای ایران رو تا رشته کوههای هیمالیا پیش برد. بعد از این پیروزی بزرگ و کشورگشایی مهرداد دوم در نواحی شرقی، مهرداد بزرگ تصمیم گرفت که بره سمت نواحی غربی و مرزهای غربی رو سر و سامون بده. اما در زمان مهرداد دوم چه اتفاقی در مرزهای غربی ایران افتاده بود که مهرداد دوم تصمیم گرفت که لشکرکشی کنه به اون سمت؟ اون زمان در منطقه ارمنستان شخصی به قدرت رسیده بود به اسم آرتاکسیاس. ارمنستان در زمان پادشاهی مهرداد اول ضمیمه قلمرو اشکانیان شده بود. ولی وقتی آرتاکسیاس به قدرت رسید اعلام استقلال کرد و گفتش که ارمنستان و دولت آرارات دیگه جزو قلمرو اشکانیان و ایران نیست و از حکومت مرکزی و پادشاه اشکانیان فرمانبرداری نمیکنه. این خبر وقتی به مهرداد دوم رسید خیلی عصبانی شد. خیلی اساسا یه جور بد. به خاطر همین کل لشکرش رو برد سمت ارمنستان. با آرتاکسیاس درگیر شدن، اونها رو شکست دادن و دوباره ارمنستان رو ضمیمه قلمرو اشکانیان کرد. حتی پسر آرتاکسیاس به اسم تیگران به اسارت اشکانیان در اومد و مدتی رو در دربار اشکانیان به سر می‌برد. بعد از چند سال مهرداد بزرگ تیگران رو آزاد کرد و فرستادش سمت همون نواحی ارمنستان. حتی حکومت اون ناحیه رو به تیگران داد. منتها تیگران کاملا تحت فرمان مهرداد بزرگ بود و همه دستورات اون رو در ارمنستان اجرا میکرد.
تو اون دوران قدرت‌های منطقه امپراتوری اشکانی و جمهوری روم بودن. اما تو منطقه آسیای کوچیک، ترکیه امروزی، یه حکومت تازه تأسیس کوچولو به وجود اومد به اسم پونت. پادشاه حکومت پونت فردی بود به اسم مهرداد ششم، هم اسم مهرداد دوم. تو تاریخ اومده که مهرداد ششم معروف بوده به پادشاه سم. چرا؟ چون که یه عادت خیلی عجیبی داشت. مهرداد ششم هر روز مقداری سم به خودش تزریق میکرد. علتش هم این بود که پدرش مهرداد پنجم توسط همسرش مسموم شد و مرد. به خاطر همین مهرداد ششم نمیخواست که سرنوشت پدرش بر سر اون هم بیاد. اطباء و پزشکان اون دوره بهش گفته بودن اگر مقدار خیلی کمی سم به اندازه‌ای که نکشتت وارد بدنت کنی، در مقابل انواع سموم بدنت ایمن میشه. در واقع یه جوری واکسیناسیون داشته انجام میداد دیگه. بله 2000 سال پیش. خلاصه مهرداد ششم خودش رو از نسل هخامنشیان، کوروش و داریوش بزرگ میدونست. مهرداد ششم یک رویای بسیار بزرگ داشت، رویای فتح روم و زنده کردن شکوه و جلال دوران هخامنشی در ایران. حالا چرا اصلا صحبت از مهرداد ششم شد؟ اصلا مهرداد ششم چه ربطی به مهرداد دوم داشت؟ آیا مهرداد دوم با مهرداد ششم وارد جنگ شد؟ نه. قضیه از این قراره که مهرداد ششم هر چقدر با حکومت روم لج بود، از این ور طرفدار حکومت ارمنستان بود. جوری که میگن تیگران، حاکم دست نشانده اشکانیان بر منطقه آرارات، داماد مهرداد ششم بود. مهرداد ششم حامی سفت و سخت استقلال ارمنستان بود. به خاطر همین دامادش رو یعنی تیگران رو تهییج میکرد و تحریک میکرد که آقا اعلام استقلال کنه از اشکانیان. اینقدر اینو گفت تا بالاخره این کارم انجام شد. تیگران اعلام استقلال کرد و گفتش که دیگه از اشکانیان فرمان برداری نمیکنه. حتی اومد حکومتش هم گسترش داد، یه بخشی از جنوب ترکیه امروزی هم تصرف کرد و اعلام کرد که کاملا یک حکومت و کشور مستقله و به هیچ وجه تحت فرمان حکومت اشکانی نیست. این خبر که به مهرداد دوم رسید خیلی عصبانی شد. خیلی اصلا یه جور ناجور. به خاطر همین گفتش که باید لشکر کشی کنیم به سمت ارمنستان تا تیگران حساب کار دوباره دستش بیاد، مثل که یادش رفته چه خبر بوده. تصمیم گرفت که خودش هم شخصا رهبری لشکر رو به عهده بگیره. همه چیز آماده لشکر کشی و این نبرد بزرگ بود که متاسفانه اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه مرگ و اجل به مهرداد دوم مهلت نداد. گلچین روزگار عجب نمونه است. مهرداد بزرگ در سال 76 پیش از میلاد بعد از 48 سال پادشاهی از دنیا رفت. خب این بود داستان پادشاه نهم اشکانیان یعنی مهرداد بزرگ. مهرداد بزرگ یکی از افرادی بود که تونست ایران رو متحد کنه و شکوه و جلال رو به قلمرو خودش برگردونه. به زودی قسمت‌های بعدی این سلسله ویدیوها رو خواهم ساخت. خدا نگهدار.